حسن جان. جانم عزیزم. میگم قربونت برم، من حواس چیپس فلفلی کردم، میشه بری برام بگیری؟ قربون بچه خوشگلم برم که حواس چیپس فلفلی کرده، ویار کردی. الان برات میگیرم. این چیپس فلفلی، اینم ماست موسیر، کنارش گرفتم که بزنی عشق کنی. الان شما رفتی بیرون؟ نه تو خونه داشتیم؟ نه، از سوپرمارکت اسنپ گرفتم. مرسی، دست در نکنه. فقط این ماست موسیره؟ آره. خب کاش یه ماست معمولی میگرفتی، این بوی سیرش من اذیت میکنه. خواهرام از سوپرمارکت اسنپ سادهشو میگیرم. نه خودت برو بگیر. چه فرقی داره؟ ببین تو هر طعمی رو هوس کنی من از اینجا واسط میگیرم، تخفیفم دارم، سریع هم میفرستم در خونه. نه برو بیرون خودت بگیر. چه فرقی داره؟ الان میگیرم دیگه، الان میام. الو حمیده، سلام، خوبی؟ ببین من هر کار میکنم این حسن از خونه بیرون نمیره. نه 10 بار هی به بهانه. خب نه، من هر جور شده باید امسال سورپرایزش کنم واسه تولدش. نه ببین یه شماره‌ای به من گفت یه گروهی هستن خیلی خفنن، تولدای آدمو سورپرایزشون میکنن. خواهرمون شمارهش برام میفرستی؟ وقت بره مشتری دارم. وقت برش کو همستراره؟ کجا هست؟ آدرسش نزدیکه. وقت برات شکم همسترار پارا کردی چندی بزاید شکمش. او یک حد مثلا بهت سکه بده دیگه. پیش پرداخت داده؟ بله تصفیه کامل بیزیه. خب بندازش برای فردا. تولدش امروزه، چه جور بندازم برای فردا؟ به درک مگه نمیگی پولشو کامل زده؟ قدرت دست ماست دیگه، بندازش برای فردا. برار تولدش امروزه، ما الان چی پیام بهش بتون؟ تو دیپلماسی میدونی یعنی چی؟ نه یعنی چی؟ یعنی یه جوری صحبت کنی که طرف متقاعد بشه حرفتو گوش کنه. بیا ای شمارهش دارم زنگ بزنم. با زن صحبت کو ببینم دیپلماسی یعنی چی؟ الو سلام خانم، ببینید ما امروز نمیتونیم بیایم. بله من کار دارم نمیتونیم بیایم. نه یه لحظه گوش. آقا رضا این برنامه فردا رو میتونی جابجا کنی امروز؟ نه ما میایم حتما، خیالتون راحت باشه. بله ما خیلی حرفه‌ای هستیم، خیالتون راحت، میرسیم خدمتتون. قربان شما. قربان ما امروزای دیپلماسی بریم مذاکرات. باور کن تو رو باید باورنه تا. نه آخه گفت اگه نمیایم پولو پس بدین. منم پول از کجا بیارم؟ خب تو که ضعف پول داری بری چی گندمی؟ نه الان باید بریم دیگه. وقت ول کو همسترار ول کو. بابا پول دارم در میارم. همینجاست در ساختمون بازه، برو تو. خب طبقه چند؟ طبقه 2 واحد 3. نمیخوای قبلش زنگ بزنی باشه همان کنی؟ احمق سورپرایز چی رو هماهنگ کنم؟ در واحدم باز گذاشتن، رفتی یهو برو تو تنبک بزن. برو. طبقه 3 واحد 2 یا مصطفی. یه شهر دشت دل نباز، دامن کوه و دشت ناز، دیر رو به خدا. تولد حسن آقاست بنبسته را، تولد حسن آقاست. داری چه غلطی میکنی؟ تولد حسن آقاست دیگه، برای سورپرایز میگه. حسن آقا؟ حسن آقا؟ دیریریر این چیه باز؟ این آهنگ پوست شیره، چون کپی رایت مخرب. برار ما ده هر خانه میرم تو هستی، فکر منم اشتباه میایم. دروغ میگه خاندایی، از طرف نیم اومده مجلس خراب کنه. نیم کیس با باور کو دیگه این سری اشتباه میایم. آقا جان 2 طبقه بود نه؟ بله طبقه بالاشم که خالیه. اونم خالیه. برار قبر چیشی اصلا مگه مراسم خط نیست؟ مصدام خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. نه صدق الله العلی العظیم. میخوای رفیقمو برم صدا کنم؟ آرزو دارم که مرگت را ببینم،